وقتی بچه ها به جای نگاه میکنن کسی اونجا نیست و میخندن یعنی که اماما رو دیدن. تا اینکه هفته پیش تولد امام زمان بود، آیسمان داشت به در دیوار خونه نگاه میکرد، بعد میخندید. بعد هرچند که من بهش گفتم صداش کردم آیسمان، اصلا توجه به من نمیکرد و یه جار نگاه میکرد و میخندید. گفتم آیسمان مامان داری امام زمان رو میبینی؟ بعد بازم خندید. گفتم حالا که امام زمان رو میبینی میشه بهش بگی که یه ماشین بخریم؟ بعد فردا صبحش گوشیم زنگ خورد و ماشینی که قرار بود 6 ماه آینده بخریم زیر 24 ساعت خریدیم و واقعا برام مثل یه معجزه بود.